نوشیدنی‌های الکلی و نوشیدنی‌های حاوی کافئین میتونن به طرز شگفت‌آوری روی خواب ما تأثیر بگذارن. اجازه بدین با کافئین شروع کنیم. کافئین یه ماده محرکه و همه ما میدونیم که کافئین ما رو هوشیار میکنه و احساس بیداری بیشتری به ما میده. کافئین جزء دسته‌ای از داروهاست که ما اونها رو محرک‌های فعال کننده روان مینامیم. درسته که همه ما میدونیم کافئین ما رو هوشیارتر و بیدارتر میکنه، اما کافئین حداقل دو خاصیت دیگه داره که ممکنه کمتر با اونها آشنا بشیم. اولین خصوصیت مدت زمان کافئین و یا به عبارتی مدت زمان اثر اونه. کافئین به طور متوسط برای یک فرد بزرگسال تقریباً نیمه عمری به اندازه 5 یا 6 ساعت داره. معنیش اینه که 5 تا 6 ساعت بعد از زمانی که شما نوشیدنی حاوی کافئین یا قهوه خودتون رو نوش جان کردین، هنوز چیزی حدود 50% اون کافئین توی بدن شما جریان داره. علاوه بر این کافئین دارای 1/4 عمر هم هست که چیزی در حدود 10 تا 12 ساعته. بنابراین اگه شما ساعت 2 بعد از ظهر یک فنجان قهوه بنوشید، نیمه شب هنوز هم 1/4 این مقدار کافئین در مغزتون در حال جریانه. نوشیدن یک فنجان قهوه در عصر معادل اینه که شما نیمه شب در رخت خواب مدام با خودتون حرف بزنید و قبلش 1/4 فنجون قهوه نوشیده باشید و امیدوار باشید که خواب راحتی داشته باشید و این برای بعضی از ما کاملاً بعید به نظر میرسه. دومین خصوصیت پنهان قهوه اینه که باعث اختلال در کیفیت خواب ما میشه. برخی افراد هستن که به من میگن من از اون دسته افرادی هستم که میتونم 1 فنجان اسپرسو همراه شامم بنوشم و به راحتی به خواب برم و خیلی خوب هم بخوابم. من با کافئین مشکلی ندارم. اما حتی اگه این حرف درست باشه، مشخص خواهد شد که مصرف کافئین میتونه میزان خواب عمیق ما، یعنی میزان خواب توی مراحل 3 و 4 خواب نانرم ما رو کاهش بده. به همین خاطر روز بعد که از خواب بیدار میشید، احساس میکنید خوابتون به اندازه کافی شما رو سرحال نکرده و احساس شادابی نمیکنید. اما به خاطر نمیارید که برای به خواب رفتن چقدر تقلا کردید و چندین بار در طول شب بیدار شدین. برای همین نمیتونید این نقطه ها رو به هم وصل کنید و دلیلش رو مصرف قهوه بدونید. برای همینه که روز بعد 2 یا 3 فنجون قهوه میخورید تا کمخوابی دیشبتون جبران بشه، یا چیزی که ما به اون خواب غیر ترمیمی میگیم، و احساس شادابی بهتون دست بده. اما با این حال باید توجه کنیم که حساسیت هر کدوم از ما به قهوه و کافئین یه جوره و تفاوت زیادی با هم داره. دلیلش رو هم میدونید چرا؟ دلیلش اینه که آنزیم‌های خاصی وجود دارن که توسط ژن‌های خاصی تعیین میشن و باعث میشن که متابولیسم کافئین توی بدن ما سریع و یا کند بشه. به همین خاطره که میبینیم بعضی از افراد میگن که من خیلی به کافئین حساسم و 1 فنجون قهوه صبحگاهی برای من کافیه و بیشتر از اون حال من رو ناخوشایند میکنه. بعضی از افراد هم ممکنه تا نزدیکای ظهر کافئین استفاده کنند و همچنان حالشون خوب باشه. اما کارکرد کافئین به چیزی برمیگرده که قبلا در موردش صحبت کردیم، یعنی ماده شیمیایی آدنوزین و فشار خواب. گفتیم که آدنوزین صبحها توی بدن ما ترشح میشه و هرچی بیشتر ترشح بشه و تجمعش بیشتر بشه، احساس خواب آلودگی بیشتری میکنیم. ممکنه با خودتون بگین که کلمات آدنوزین و کافئین از نظر اسمی به هم شباهت دارن. اونها از نظر شیمیایی هم به هم شبیه هستن، اما باید بدونین که کارکرد متفاوتی دارن. زمانی که کافئین توی مغز ما افزایش پیدا میکنه، میاد و به گیرنده‌های آدنوزین توی مغز میچسبه. زمانی که این اتفاق میفته، کافئین هایی که به گیرنده های آدنوزین چسبیدن اون مکان ها رو تصاحب میکنن و دیگه آدنوزین نمیتونه به اون گیرنده ها بچسبه. در نتیجه مغز ما سیگنال های خواب آلودگی رو که توسط آدنوزین به اون مخابره میشد و بهش میگه که خوابت میاد رو دریافت نمیکنه. همین باعث میشه که تمام این احساس خواب آلودگی که در طول روز ایجاد شده افزایش پیدا کنه. کافئینی که به مغز شما وارد میشه و به گیرنده های آدنوزین میچسبه، اونها رو خاموش میکنه و مغز شما رو گول میزنه. شما فکر نمی کنید که 12 ساعت و یا بیشتر بیدار بودین و فکر میکنید که فقط 4 یا 5 ساعته که بیدارین، چون مغز شما به طور طبیعی سیگنال های خواب آلودگی رو دریافت نکرده. اینجا یه باور غلط در مورد مصرف کافئین و ترشح آدنوزین وجود داره که میگه زمانی که ما کافئین مصرف میکنیم دیگه آدنوزین ترشح نمیشه. اما اشتباهه.
همچنان آدنوزین ترشح میشه و تجمع پیدا میکنه. درست به همین خاطره که وقتی شبها تا دیر وقت بیدار میمونید و مثلا مطلبی مینویسید و خودتون رو با نوشیدن قهوه بیدار نگه میدارید، زمانی که کافئین در بدن شما متابولیزه شد و در مغز و بدن شما از بین رفت، نه تنها همون حس خواب‌آلودگی طبیعی زیادی رو که قبل از خوردن قهوه داشتین پیدا می‌کنید، بلکه بعد از بین رفتن کافئین تمام آدنوزینی که در طول روز توی مغزتون تجمع پیدا کرده بود به گیرنده‌های خودش میچسبه و فشار خواب زیادی رو ایجاد میکنه. این همون چیزیه که بهش از کار افتادن کافئین یا کافئین کرش میگیم، چون کافئین در نهایت از بدن شما پاک میشه و شما با حجم عظیمی از خستگی روبرو میشید. به همین خاطر برای بیدار موندن به قهوه بیشتری نیاز دارید که بتونه این حجم از احساس خستگی و خواب‌آلودگی شما رو از بین ببره. برای همینه که کافئین به خاطر ایجاد اختلال در خواب عمیق میتونه پیامدهای قابل توجهی رو برای ذهن و بدن ما داشته باشه. همانطور که قبلا هم گفتیم، این خواب عمیقه که مزایای بسیاری رو برای سیستم قلبی عروقی ما داره و توی اون سیستم ایمنی بدن ما تقویت و شارژ میشه. همینطور گفتیم که در طول خواب عمیقه که اطلاعات جدیدی که یاد گرفتیم توی ساختار عصبی مغز ما تثبیت میشن و این باعث میشه که احتمال فراموش شدنشون کمتر بشه. به همین دلیل با کاهش خواب عمیق به دلیل مصرف کافئین ما در واقع خودمون رو از داشتن این مزایای خواب عمیق که در حالت عادی به ما داده میشه بی بهره کردیم، چون حتی وقتی به خواب میریم هنوز کافئین توی مغز ما وجود داره که مانع داشتن خواب طبیعی میشه. کافئین گاهی اوقات در مکانهای مخفی پیدا میشه. من کسی هستم که معمولاً کافئین مصرف نمی کنم، اما با این حرفم نمیخوام شعار بدم و بگم که سعی میکنم به خواب خوبم اهمیت بدم. من جزو افرادی هستم که تا حدودی به کافئین حساسم. به همین خاطر بعضی اوقات اونم توی صبح قهوه بدون کافئین می نوشم و همچنان منو سر حال و هوشیار نگه میداره. دلیلش اینه که قهوه بدون کافئین به این معنا نیست که هیچ کافئینی توی اون وجود نداره. این نوع قهوه حاوی کافئینه، اما مقدار اون کمه. یعنی اغلب چیزی در حدود 5% مقدار کافئینی که توی یک فنجون قهوه معمولی پیدا میشه رو داره. قهوه‌های بدون کافئین میتونن مقدار بیشتری کافئین، یعنی چیزی حدود بیش از 20 یا 30% کافئینی که توی یک فنجون قهوه معمولی پیدا میشه داشته باشن. به همین خاطر اگه 3 یا 4 فنجون قهوه بدون کافئین مصرف کنید، معادل یک فنجون قهوه کامله. علاوه بر قهوه، خیلی از نوشیدنی‌های انرژیزا هم کافئین دارن و طراحی شدن تا شما رو بیدار و سر حال نگه دارن. کافئین توی چیزایی که به عنوان دسر مصرف می‌کنیم هم پیدا میشه. مثلا اگه به برچسب ارزش غذایی بستنی‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که گاهی اوقات کافئین دارن. بسیار از ما عادت داریم که عصرونه چند اسکوپ بستنی و یا چند تکه شکلات تلخ بخوریم. چیزی که ممکنه متوجهش نباشیم اینه که این چند تکه شکلات تلخ میتونه اثر همون یک فنجون قهوه رو داشته باشه. اگه میبینید که شبها موقع خوابیدن دچار مشکل میشین و باید برای به خواب رفتن تقلا کنید، وقتشه که به میزان مصرف کافئین خودتون و به وعده‌های غذایی و هر چیزی که در طول روز مصرف میکنید دقت کنید. امتحانش مجانیه. میتونید به عنوان یه تمرین تو 3 روز آینده هر چیزی رو که میخورید یا مینوشید زیر نظر بگیرید. برچسب ارزش غذایی اونها رو نگاه کنید و میزان کافئین اونها رو چک کنید. ببینید موادی که به بدنتون وارد میکنید کدوما کافئین دارن و هر کدوم چه مقدار. این کار باعث کنترل مصرف کافئین میشه. خب بسیاری از ما دوست داریم که شبها مقدار نوشیدنی الکلی بنوشیم. چیزی مثل مقدار کمی ویسکی و یا یه لیوان شراب. یه لیوان الکل یا داشتن یه وعده الکل تا چه حد میتونه بد باشه؟ خب دوست دارم بگم که تأثیری نداره، اما تمام مطالعات علمی نشون دادن که مصرف حتی 1 لیوان الکل در شب تغییرات قابل توجهی رو توی خواب شما ایجاد میکنه. الکل یکی از مواردیه که سوء برداشت‌های زیادی در مورد اون به عنوان چیزی که به خواب ما کمک میکنه به وجود اومده و باید بگم که اینطور نیست. نه تنها برای خواب مفید نیست بلکه مضر هم هست. ابتدا باید بگم که الکل جزء اون دست داروهاییه که ما به عنوان آرام بخش میشناسیمش. البته که آرام شدن با خوابیدن تفاوت داره. اشتباهی که همه مرتکب میشن همینه که این دو مورد رو با هم اشتباه میگیرن.
بعضی افراد زمانی که عصرها الکل مصرف میکنن فکر میکنن با این کار سریعتر به خواب میرن، اما در واقع اینطور نیست و اونا فقط سریعتر به حالت شناوری و احساس سبکی و آرامشی میرسن که با خواب طبیعی فرق داره. در واقع اگه بخوایم تفاوت بین خواب طبیعی و خوابی رو که بعد از نوشیدن الکل داریم به شما نشون بدیم، میتونیم از الگوی طبیعی الکتریکی مربوط به فعالیت‌های مغزی شما تصویر برداری کنیم که نتیجه اینها کاملا تفاوت این دو نوع خواب رو به کمک تغییرهای ایجاد شده توی الگوهای طبیعی فعالیت مغزی نشون میده. مشکل دومی که مصرف الکل برای ما ایجاد میکنه اینه که خواب ما رو دچار اختلال میکنه و باعث میشه که در طول شب بارها از خواب بیدار شیم. این همون چیزیه که ما اون رو تکه تکه شدن خواب مینامیم که کیفیت خواب ما رو به شدت پایین میاره. مشکل اینجاست که این بیداری هایی که الکل در ما ایجاد میکنه اغلب کوتاه و مختصر هستند و به همین خاطر ما اونها رو به خاطر نمیاریم. اما روز بعد که از خواب بیدار میشیم احساس تجدید قوا، سرزندگی، هوشیاری و شادابی نمی کنیم و علاوه بر اون به یاد نمیاریم که در طول شب چندین بار به خاطر مصرف الکل از خواب بیدار شدیم. مکانیزم تأثیر الکل روی خواب ما اینطوره که در طول شب میتونه ما رو به حالت فعالتری از سیستم عصبی بدن ببره که سیستم ستیز و گریز نام داره. همچنین الکل میتونه مواد شیمیایی موجود در مغز ما رو تحریک کنه که این موارد به احتمال زیاد باعث این بیداری ها در طول شب میشن و به همین دلیله که خواب ما تکه تکه میشه. سومین مشکلی که الکل ایجاد میکنه اینه که خواب رم ما رو مختل میکنه. ما میدونیم که خواب رم مزایای زیادی برای ما داره، از جمله اینکه برای سلامتی روحی و احساسی ما خیلی مفیده و خلاقیت ما رو شکوفا میکنه. خواب رم و مدت زمان این خواب حتی با طول عمر ما ارتباط داره. کسایی که خواب رم بیشتری دارن به طور معمول عمر طولانی تری هم دارن. شواهد علمی زیادی وجود داره که واقعاً تأثیر الکل در ایجاد اختلال در خواب رم رو بیان میکنه. یک مطالعه بر روی گروهی از بزرگسالان انجام شد و در اون مطالبی به افراد آموزش داده شد. این آموخته ها باید ادغام و بینشون ارتباط برقرار میشد. قرار شد 7 روز بعد از آموزش این افراد رو تست کنن تا ببینن چه مقدار از این اطلاعات رو در حافظه‌شون باقی مونده. گروه اول که بعد از 7 روز از یادگیری مطالب مورد آزمایش قرار گرفتن، 6 شب خواب طبیعی داشتن و طی این 7 روز هیچ نوشیدنی الکلی نخوردند. گروه دوم هم دقیقاً مشابه گروه اول بودند و در روز یادگیری و روز آزمایش هیچ الکلی مصرف نکردند. اما در شب ابتدایی پس از یادگیری مطالب به اونها چند لیوان ودکا دادند و بعد از 1 هفته اونها رو مثل گروه اول آزمایش کردند. گروه سوم هم مانند گروه دوم بود و تنها تفاوتی که داشت این بود که به جای اینکه شب اول بعد از یادگیری مطالب به اونها الکل بدن، شب سوم بهشون الکل دادن. نتایج خیره کننده بود. مشاهده شد که نسبت به گروهی که خواب طبیعی خودشون رو در طول 1 هفته داشتند، افرادی که الکل مصرف کرده بودند، چه شب اول بعد از یادگیری و چه شب سوم بعد از یادگیری، اونها بین 30 تا 50% اطلاعاتی رو که یاد گرفته بودند فراموش کردند، چون خواب رم اونها مختل شده بود. این آزمایش به ما میگه که خواب تا چه اندازه توی یادگیری ما و تثبیت این اطلاعات در حافظه ما نقش داره. نکته دیگه این که بعد از شب اول یادگیری پردازش اطلاعات توی مغز ما تموم نمیشه و همچنان به خواب با کیفیت خوب در شب‌های بعد نیاز داره تا خاطرات رو در جای مناسب خودشون تثبیت کنه. گاهی اوقات مردم به من میگن که من آخر هفته ها توی عصر مقداری نوشیدنی میخورم و شاید کمی هم دیر بخوابم و زمانی که میخوابم خوابهای عجیب و غریبی میبینم. به نظر شما دلیل اینها چی میتونه باشه؟ خب مشخص شده که مغز ما کاملا باهوشه و میفهمه که چه مقدار خواب رم رو به طور معمول باید داشته باشه. همونطور که گفتیم مغز ما زمانی که عصر از نوشیدنی‌های الکلی استفاده کنیم از خواب رم طبیعی خودش محروم میشه. اما ممکنه شما در ساعات آخر شب نوشیدنی خودتون رو بخورید و به همین خاطر جگر و کبد شما دست به کار میشن تا از شر این الکل خلاص بشن و مغزتون هم تلاش میکنه تا کسری خواب رم ناشی از مصرف الکل شما رو با عمیق‌تر و شدیدتر و متناوب‌تر کردن خواب رم شما جبران کنه که
به این اتفاق اثر برگشت خواب رم میگیم. شما نمیتونید تمام خواب رم از دست رفته رو جبران کنید، چون مغز شما یه شمارنده رو برای میزان خواب رمی که باید داشته باشه داره و میتونه متوجه بشه که شما به چه مقدار خواب رم نیاز دارید. اما باز هم با این وجود نمیتونه تمام خواب رم از دست رفته شما رو به شما برگردونه. به همین خاطره که شما به دلیل مصرف الکل با کمبود خواب رم روبرو میشید. بهترین توصیه‌ای که میتونم کنم اینه که سعی کنید بعد از ظهرها کافئین دریافت نکنید، یا به عبارتی مطمئن باشید که از ساعت 2 ظهر به بعد دیگه شما هیچ کافئین دریافتی نخواهید داشت. دقت کنید که من پیشنهاد نکردم که کلاً مصرف کافئین خودتون رو قطع کنید. اتفاقاً کافئین برای سلامتیتون مفید هم هست. من میگم در مورد کافئین تنها دوز دریافتی مهم نیست، بلکه دوز دریافتی در کنار زمان دریافت کافئینه که خطرساز میشه. سعی کنید که صبحها به چند فنجون قهوه بسنده کنید و بعد از ظهر اون رو کاملا قطع کنید. اگه آخر شب مقداری نوشیدنی میخورید، همچنان برای نگه داشتن عادت خواب شما خوبه، به شرطی که منظم باشه. به خاطر همین سعی کنید هر روز در همون ساعتی بیدار بشین که همیشه بیدار میشین، حتی اگه آخر هفته باشه. نظم و انضباط یکی از بهترین سلاحاییه که توی جعبه ابزار خواب بهینمون داریم. دلیلش هم اینه که نظم و انضباط باعث میشه شما بدن خودتون رو توی چرخه 24 ساعتش نگه دارید. به همین خاطر هر روز هفته ساعت منظمی بیدار شید و ساعت منظمی بخوابید و براتون مهم نباشه که توی چه روزی توی هفته قرار دارید. نظم و انضباط توی خواب باعث میشه که هم به ریتم سیرکادین شما کمک بشه و هم بتونید مراحل مختلف خواب خودتون رو مدیریت کنید. اینطوری دیگه مغز شما مجبور نیست آخر هفته ها خوابتون رو به جلو و یا عقب بکشونه و زمانی که مغز و بدن شما با هم سازگاری پیدا کنند، بدن میتونه مقدار و کمیت خواب رو بهتر کنترل کنه. هر دو خواب نانرم و رم رو. در اینجا بهتره یه نکته رو براتون اضافه کنم. ما اینجا نکاتی رو در مورد ارتباط خواب با نوشیدنی‌های حاوی الکل و دارای کافئین بر مبنای علم در اختیار شما قرار دادیم. از اینجا به بعد تصمیم با شماست که آگاهانه انتخاب خودتون رو داشته باشید و زندگیتون رو با توجه به سلامت خواب خودتون برنامه‌ریزی کنید.